نظر شیعه، نظر بزرگان شیعه در مورد تصوف چیست؟ ای کاش این رو هم میپرسیدن، اینقدر اهتمام دارن به اینکه نظر خودشون رو در مورد برادران اهل سنتشون بیان بکنن. ای کاش این رو هم بپرسن که نظر علمای شیعه در مورد تصوف چیست. من نمونه هایی رو خدمتون، بس چون ما این قضیه اخیر سبب شد که در این مورد جستجو بکنیم و بخش علمی شبکه انشاءالله این رو تکمیل خواهند کرد. فعلا حدود 10-12 مصدر رو برای برنامه آماده کرده بودن که من اینجا بعضیاشو خدمتتون نشون میدم. دوستان عزیز نشون بدن. این از حر آملی است، از اثنا عشریه، کتابش است، رسالة الاثنا عشریه فی الرد علی الصوفیه، علامه شیخ حر آملی. این در اینجا ببینید. میگه که وقتی که دیدم بسیاری از ضعفای شیعه از راه حق خارج شدن و از راه بزرگانشون و ائمه در احکام شریعت و سلکو مسالک اعدائهم المعاندین و مسلک دشمنان معاند اونها رو، یعنی اهل سنت رو گرفتن و ترک رجوع الیهم فی احکام دین و ترک کردن برگشتن به آنها رو در احکام دین. فابتدعوا لانفسهم تسمیه دینیه فتسموا بالصوفیه، اینو خودشون رو صوفی میگن. بعد میگه که در مورد تصوف اولئک الاعداء الاشقیا، اینا دشمنان شقی که یغرون الناس به اظهار التقوا، مردم فریب میدن با اظهار تقوا، یعنی این تقوا پرهیزگاری که مولانا سربازی، مولانا محمد امام سربازی رحمت الله علیه داشتن که در بلوچستان معروف است. اینا همه تظاهر بوده، فریبکاری بوده. و استشعار الزهد فی الدنیا زیادتا اما کان یظهره الائمه، و تظاهر میکردن به زهد در دنیا و بیشتر از آن چیزی که ائمه علیهم السلام داشتن. و ناهیک به دلیل علی فساد السلوک تلک المسالک، که اینها میگه که فاسد هستن. تشکر احمد جان. این مطالب رو من صفحه بعدیش رو هم خیلی جالب است دوستان نشون بدن. صفحه 15 همین کتاب میگه بعد از محققین از مشایخنا المعاصرین، این حر آملی میگه که بدان که این اسم و اسم تصوف مستعمل بوده در فرقه های از حکما زائغین عن الصواب، کسایی که گمراه شده بودن از راه راست. ثم بعدهم فی جماعت من الزنادقه، تعدادی از زنادقه گرفتار تصوف شدن. و اهل الخلاف و اهل سنت من اعداء آل محمد، از جمله دشمنان آل محمد که حسن البصری و سفیان الثوری. امیدوار هستم که مولانا چابهاری نظرشون رو در مورد این که سفیان ثوری رو یکی از ائمه بزرگ است، ایشون رو میگه که زندیق و کافر، این حر آملی نظرشون در این مورد هم بگن. ثم جاء فی من جاء بعدهم و سلک سبیلهم كغزالی، بعد از اونا کسانی اومدن که راه اونا رو پیمودن مانند غزالی. رأس الناصبیین، رأس ناصبی ها، این در همین کتاب بود. مطلب بعدی در کتاب منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه از آیت الله خویی است. شرح نهج البلاغه است. در اینجا میگه که با آشکار شد از تحقیق از اون مسائلی که آوردیم در شرح این سخن از امیرالمومنین که مذاهب صوفی همه آنها مخالف مذهب شرعی امامه حقه هست که الله سبحانه و تعالی را بنیان نهاده و احکام و قواعد و ارکانش رو ساخته. کما چنانچه ظاهر میشه از آیات و از روایات که لعنهم، آنها باید لعن شوند، و طعنهم باید طعن شوند، و تعریض و الاذراء علیهم لعنهم الله تعالی صریحة متضافرة و ان الاخبار التي تمسكت بها هذه الفئة الضالة، این گروه گمراه باید مورد لعن قرار بگیرن، خدا اونها رو لعنت بکنه و اینها گروه
ضاله مضله هستن، مبتدعه هستن، المطرودة ملعونه، طرد شده ملعون هستن که به اصطلاح این گروه مجعول و ساخته شده و ضعیف و سخیف و عباراتی که در اینجا خویی آورده. یعنی مولانا محمد عمر سربازی از نظر آیت الله خویی یک انسانی بوده که باید مورد لعن قرار بگیره، الله رو لعنت کرده. این چینی نوشتن در کتابشون. همه مذاهب صوفی میگه باید مورد طعن و لعن قرار بگیره. امیدوار هستم که برادر بزرگواریشون نظرش رو در مورد آیت الله خویی بگه که آیت الله خویی که برادرشون رو لعن و نفرین میکنه نظرش در این مورد چیه. در صفحه بعد همین آیت الله خویی صفحه 20 در مورد صفحه 21 بالجمله میگه که همه اینها فصوفی، کسی که صوفی باشه، شیعی و سنی، شیعی باشه یا سنی باشه، وحدتی و اتحادی، مخالف المتشرع الامامی اصولا و فروعا معتقدا و عملا، که مخالف شرع امامی اصول و فروع و اعتقاد و عملش است. وای بر قومی که وای بر کی؟ به صوفیان، کسایی که بزرگانشون کیا هستن؟ شبلی و غزالی و ابن عربی و جنید بغدادی و بایزید بسطامی و عبدالقادر جیلانی و که اینها چی میگه؟ اینها به شیطان اخوانن، اینها برادران شیطان هستن، اینها خدایشان هوا و هوسشان هست، الهامشان وسواسشان هست، جادوگر و شعبده باز هستن. صوفیای بلوچستانی که متأثر هستن از آقای قزوینی، این است نظر ایشون در مورد نظر به اصطلاح مرجع اعلای تقلیدشون آیت الله خویی در مورد شما هم. خدایتون هوا و هوستون هست، الهامتون وسواستون هست، برادران شیطان هستید. بایزید بسطامی و عبدالقادر جیلانی و جنید بغدادی و ابن عربی و شبلی و غزالی و اینا همه اخوان شیطان هستن. این نظر آقای خویی است. در ادامه میگه خذلهم الله تعالی فی الدنیا و ضاعف علیهم العذاب فی العقبى به محمد و آله الامجاد. میگه که خداوند اینا رو ذلیل بکنه در دنیا و عذابشون رو دو چندان بکنه در آخرت به حق محمد و آل محمد الامجاد الائمه المؤمنین الاولیاء المتشرعین المتدینین فی المبدأ والمعاد صلوات الله و سلام علیه اجمعین و لعنت الله علی مخالفیهم و معاندیهم من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین. یعنی از با جنید و ابایزید بسطامی، عبدالقادر جیلانی گرفته تا مولانا محمد عمر سربازی و مقلدین ایشون و مریدای ایشون، همه صوفیه که هستن، این است دعای آیت الله خویی در مورد ایشون. آیا جرأت دارن جناب عبدالرحمن چابهاری که برن این حرفا رو بزنن در روی منبر بگن که هر کس که این حرفا رو گفته در حق مشایخ صوفیه، در حق عبدالقادر جیلانی و جنید بغدادی و بایزید بسطامی، اینا کافر هستن، خدا خودشون رو لعنت بکنه؟ امیدوارم که این جرأت و مردانگی رو داشته باشن. در صفحه دیگری از کتاب الاثنا عشری از حر آملی در اینجا در این صفحه در باب اول صفحه 16 شیخ بهاءالدینشون از محمد آملی در کتاب کشکول قال النبی لا تقوم الساعة یخرج قوم من امتی اسمهم صوفیه لیس منی و انهم یهود امتی الى ان قال و هم اضل من الكفار و هم اهل النار. میگه از پیامبر روایت شده که قیامت نمیشه تا قومی از امت من که به اونها صوفی گفته میشه که یهود این امت هستن، اینا خارج بشن، گمراهتر از کفار هستن و اهل آتش هستن. یعنی مولانا محمد عمر سربازی، مولانا عبدالرحمن چابهاری، علما و مشایخ صوفیه‌ای که هستن در بلوچستان و غیر بلوچستان، اینا یهود این امت هستن. اینو حر آملی میگه و اینا مستحق به اصطلاح عذاب جهنم هستن و گمراهتر از کفار و اهل نار هستن.
این نظر مذهب قزوینی هست در مورد مولانا محمد عمر سربازی. ما نمیخواستیم دنبال این حرفا بریم، نمیخواستیم که به اصطلاح فتنه در بین مسلمان ها ایجاد بشه. اونا که چیزی از ما پیدا نکرده بودن، تصاویر ما رو تو این مستندشون پخش کرده بودن و ما عادت داریم که همیشه 2 برابر پاسخ میدیم به دشمنان. سفینة البحار رو دوستان نشون بدن، محدث جلیلشون شیخ عباس قمی، این هم شناسنامه کتاب. در اینجا در صفحه 200 خودش در جلد 5 میگه که شیخ بهایی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل میکنه که قیامت نمیشه تا قومی از امت من برخیزن که صوفیه هستن، لیسوا منی، از من نیستن، و انهم یحلقون للذکر و یرفعون اصواتهم، که اینا اهل ذکر هستن، حلقات ذکر تشکیل میدن. همین حلقات ذکری که مولانا محمد عمر سربازی و مولانا چابهاری و صوفیه در بلوچستان و در خراسان و در جای دیگه تشکیل میدن، این حلقات ذکر تشکیل میدن و یرفعون اصواتهم، صداشون رو بلند میکنن، یظنون انهم علی طریقتون، فکر میکنن که در راه من هستن، بل هم اضل من الکفار، از کفار هم گمراه تر هستن، و هم اهل النار لهم شهیق العمار، صداشون مثل صدای الاغه و اینا از اهل جهنم هستن، از کفار هم گمراه تر هستن تا آخرش. و در اینجا آیت هم میاره که ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، من تفسیره قالوا هو الصوفی یتکلم قبل اوانه، این صوفی که ذکر میکنه، صداشو بلند میکنه، این آیه در مورد اون نازل شده که ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یعنی این صدای ذکر و به اصطلاح عبادت هایی رو که مولانا محمد عمر سربازی و جناب چابهاری و دیگر امفکران و امقطاران ایشون انجام میدن، در نظر مذهب تشیع این صدای الاغ هست و اینها گمراهتر از کفار هستند و اهل جهنم هستند. این نظر این آقا در مورد مولانا محمد عمر سربازی و اهل تصوف. اگر من بخوام همینطوری نظر علما اینا رو از کتاباشون بگم، 3 ساعت برنامه رو اگر به این اختصاص بدیم تازه وقت کم میاریم. من چند مصدر دیگر هم نشون میدم. این کتاب الاثنا عشریه، رسالة الاثنا عشریه فی الرد علی الصوفیه از حر عاملی است. در اینجا میگه که از محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب گفته که با امام هادی علی ابن محمد در مسجد نبی صلی الله علیه و سلم شده بودم که گروهی از صوفیان اومدن، منهم ابو الحاشم الجعفری و کان رجلا بلیغا و کانت له منزله عنده ثم دخل مسجد جماعت من الصوفیه. بعد از اون گروهی از صوفیان آمدن، مجلس فی ناحیه مستدیرا، در یک گوشه دایره نشستن و اخذوا بالتهلیل، شروع کردن به ذکر کردن. فقال علیه السلام لا تلتفتوا الى هؤلاء الخداعین، به این فریبکاران نگاه نکنید، فانهم خلفاء الشیطان، اینا خلفای شیطان هستند، و مخرب القواعد الدین، اینا قواعد دین رو خراب میکنن، یزهدون لراحت الاجسام، اینا تقوا پرهیزگاری اینو به خاطر راحتی اجسامشون است، و تهجدون لصید الانعام، و اینا تهجد میخونن برای شکار حیوانات، یتجوعون عمرا حتی یدیغوا للإيكاف حمرا لا يحللون الغرور الناس ولا يقللون الغداء للامتلاء الاساس. این سخنان ادبی هست که در ابطال مذهب تصوف به اصطلاح اینها میگن که اینها ذلیل هستند و اینها رقص و به اصطلاح از کاری دارن که اینها از حماقت اینهاست. فمن ذهب الى زيارة احد حيا وميتا فكأنما ذهب الى زيارة الشيطان وعبادة الاوثان ومن اعان احدا منهم فكأنما اعان يزيد و معاویه و ابو سفیان. میگه کسی که به زیارت یکی از اینها بره، چه زنده و چه مرده، مانند کسی است که به زیارت شیطان و عبادت بت‌ها میره، و کسی که به اونها یکی از اونها کمک بکنه مانند کسی است که به یزید و معاویه و ابو سفیان کمک کرده. این نظر شیعه است در مورد تصوف و مولانا محمد عمر سربازی که امیدواریم برادر ایشون این مطالب رو هم ذکر بکنن
در صحبت هاشون. من سفینة البحارم مطلبی را از اینجا نشون بدم. در اینجا در صفحه جلد 5 صفحه 197 میگه که از امام رضا نقل شده که نزدشون صوفیه رو ذکر کردن. میگه که و من انکرهم فکأنما جاهد الکفار بین یدی رسول الله، کسی که با اونها به اصطلاح مبارزه بکنه با صوفیه، اونها رو رد بکنه، مانند کسی است که در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم جهاد کرده باشه. همچنین از امام جعفر صادق روایت کرده که قومی هستند در این زمان که با آنها صوفی میگن انهم اعداؤنا فمن مال الیهم فهو منهم، کسی که به سوی اونها بره از جمله اونها محسوب میشه و با اونها محشور میشه. و من انکرهم و رد علیهم کان کمن جاهد الکفار بین یدی رسول الله، کسی که رد بکنه بر اونها و جهاد بکنه با اونها مانند کسی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم جهاد کرده. این رو همچنین در اینجا میگه که صوفیا که هستن اینا خبیث العقیده هستن و ملحد هستن، عقایدشون باطل است. این هم نظر علمای شیعه در مورد مستدرک الوسائل. طبرسی هم همین مطلب رو آورده، نوری طبرسی در مستدرک الوسائل. در اینجا میگه که کسی که رد بکنه صوفیا رو مانند کسی است که جهاد میکنه در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. و اجماع شیعه در مورد تصوف رو در اینجا ببینید از حر آملی. در اینجا میگه که اجماع دارن علمای شیعه بر این که اینها یک مذهب گمراه هستند و خارج از حق هستند. در این مطلب و کل الشیعة على کفرهم و الرد علیهم بطریقة المبالغة العظیمه. میگه کل شیعه به اصطلاح قائل به کفر اونها هستند و رد طریقت اونها و اینا ضرر اینها عظیم هست بر امت اسلام. و در مورد موقف نعمانی دوستان اگر نشون بدن، سید نعمت الله جزایری در اینجا میگه که در مورد احوال صوفیه و نواصب میگه که این صوفیا کسایی هستن که از علمایی که از حکمایی که از طریق حق به در شدن و گروهی از زنادقه هستن و بعد از اسلام مانند حسن البصری و سفیان ثوری و ابوالهاشم کوفی و اینها کسایی هستن که از بزرگان اینها هستن. خلاصه سراسر کفر و انکار تصوف است. امیدواریم که عدالت رو مراد بکنن جناب مولانا چابهاری و در مورد نظر شیعه در مورد خودشون و در مورد برادر بزرگوارشون رحمت الله علیه در مورد ایشون هم صحبت بکنن که شیعه چه اعتقادی دارن نسبت به اونها.